سلام اتم اینجاست. لسکو لشکر تایتانا خوش اومدید به ویدیو جدیدی دیگه از نیمچت. موهای من چرا اینجوری شده؟ شبیه انیشتین شد. خوبه دیگه. چه مگه؟ من از چی میترسون؟ تا همین چند وقت پیش فکر می‌کردم ماینکرافت یه بازی چرت و پرت، تا وقتی که بازیش کردم خیلی خوبه. واقعا خیلی نمیدونم کیو من گفته و ماینکرافت بده، و ماینکرافت خیلی خوبه بچه‌ها، خیلی حال میده. نمیدونم چه جوری بهتون بگم. الان که فعلا من نوب سگم داخلش و خب خیلی نمیتونم نظر بدم راجع به این موضوع، ولی توی کانال گیمینگمون که توی کامنت ها لینکشو پین کردم داریم یه روند یک روز اول تا روز 100، یعنی داریم شما دارید توی کامنت های اون کانال به من یاد میدید ماینکرافت، من از روی آموزه های شما دارم ماینکرافت رو میبرم جلو. یه شهر داریم توی ماینکرافت میسازیم، فقط مال تایتاناست، یعنی شهر تایتانا رو داریم توی ماینکرافت میسازیم و لینک کانال گیمینگ توی کامنت ها پینه. و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنید ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بگید که شما ماینکرافت بازی میکنید یا نه، و گیم مورد علاقتون رو توی ماینکرافت یه کامنت ها بگید. لکنت زبون ساعت 11 صبح گیم مورد علاقت رو توی کامنت ها بگید. جان چی میگی ایرانی اول صبح تو مینی چت؟ بزن بعدی، بزن چا جان. یه آهنگ بخون دیگه ناموسن. اول صبح عشق کنیم. بارو جان. این ارون چشات میشه تشخیص داد که دختری، ولی به موهات که نگاه میکنی انگار پسری، ولی از اونجایی که موجه دخترها خیلی بلند نیست پس دختری جان. خب حالا از صدات فهمیدم که دختری. بیادبم خودتی جان. ایشالا کورشی. چشات خیلی قشنگ. تو که چشات خیلی قشنگه. خب شک دارم داری فیلم میگیری؟ شک داشته باش. به یه وره اسب رستم جان. اسب بزرگ سفیدشو اینقدر داشت. آره به یه وره جان. سمت راستش هم نه سمت چپش. داستانا رو هم بلدید شما؟ آره جان. من یه دوره خودم همونجانی بودم، باورت نمیشه؟ نه وای سال کاری کنم باورت بشه. آره حاجی نظرت راجع به اینکه کچل کنم چیه؟ یه بار دیگه بزن. بیا نه کچل نکنم. نه ولی من کچلا رو خیلی دوست دارم بکنم. ببین واسه انیشتین منم اشتی. خب اونایی که تو کتابا بهت یاد دادن همش دروغ بوده. خب قبول دارم. نظرت چیه؟ نظرم مثبته. آره ببین بر موهات داداش چیز بزن، رنگ ساج یخی بزن مثل مال من بشه. عشق کن. من 5 تا من به پول دادم واسه تو رایگانه. بر من خودشه. آره دیگه از این چیز رنگ ساج بنفشا میزنی سفید اونجوری سفید یخی. همون سفید یخی. آره. و اینجوری میافتید. نه سفید یخی نی. سفید یخی به این مایل به آبیه. اون به سن شما میخوره، به سن من نمیخوره. داداش سن و پن و بریز دور. الان یه چیزی باب شده به نام شوگر ددی. آره بک و فامیلی کچل داری؟ خوشبختانه که موات بلنده. کچل کن به نظرم. کچل بهت میاد یه بار تست کن میخواد. عمرن این همه زحمت کشیدم. چقدر زحمت کشیدی ببینم؟ خیلی بلنده. کو انا چجوری بهتون نشون بدم آخه؟ خب مواتو میخوای نشون بدی. یه چی میکنه انگار میخواد چی میخواد نشون بده. وایسا گیر کرده. نه ببین خیلیه. آره بابا آخه چجوری بهتون نشون بدم مرتی که دیدم زیاده. آره خیلی کشی زیاده. دوست پسرت انداختی دسته کشمشکیه. خوشگل دوست پسر ندارم. ای وای ناراحت شدم. آخه یه طرفم خوشحال شدم. خوشبال اون پسری که می‌خواستی بیا سمت تو نیومد. آره تو موهاتو اینجوری می‌کنی میافتی تو بلوار، دستاتو می‌کنی تو جیبت با یه ساعت اینجوری، هر کی میاد یه زیر چشم اینجوری نگاش می‌کنی. بهت قول میدم تو اون یه روز 3-4 نفر تور می‌کنی. چه کجایی؟ من همدان. گوش کن. آره بفهم. اون 3-4 نفری که تور کردی یکیشو نگه می‌داری، اون 2 نفر دیگه کلیه‌هاشونو می‌فروشی، قلبشونو می‌فروشی، خیلی پول توش. بعد با پول اونو خرج یه نفر می‌کنی. بلمون کن. آره جان داش فیلمتون در اومد. ببین فیلمتون در اومد. یا پول میدی یا فیلم. الان داشتیم به هم محبت عاطفی میکردین. اون داشت میذاش دهن تو داشتی میذاشی دهن اون. فیلمتون یا پول میدی یا پخش. آقا چه ربطی داره؟ ما با هم رفیقیم. هیچ فرق. ببین من پخش میکنم. پخش کن داشت. آره این دخترا که به جایی که برن ناخون بکارن به ناخوناشون غلطگیر میزنن، واقعا واسه ازدواج خیلی خوبن و یه جورایی حرف جویی میکنن و زن زندگی ان. مثل تو. آها تو خود غلطگیر نیست. غلطگیر نیست.
آها غلطگیر خیلی ارزون تر در میاد. غلطگیر بزن دیگه، با لایک فرق نمیکنه. تیره میشه زود. پس تست کردی دیدی؟ آها خودم نه ولی همیشه دوستای درست مریضم. میگم. آره ببین تو که خودتو نشون نمیده به خاطر اینکه دماغت بزرگ. نه 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 دقیقا مثل اینایی که ماسک میزنن میان مینی چت. حالا که اینجوری شد منم وایسا هویت واقعیمو فاش میکنم. به من از یه انیمه فرار کردم حقیقتا. آره داشتم گیم میزدم یهو وارد بازی شدم. الان اینجایی که ما داریم با هم حرف میزنیم یه دنیاییه که بازیه، یعنی تو خودت پلیری. آها وقتی بمیری عینک واقعیت مجازی از چشمت در میارن، وارد دنیای واقعی میشی. فکت میدونی از کی یاد گرفتم؟ از کی؟ مدگه. آها گل. آره گل. آها میشه این فیلتر مسخره رو برداری؟ نه چیش مسخره است، خیلی قشنگه. آها قلب، کلیه، لوز المعده، خریداری. آها عکس منو چرا زدی تو دیوار؟ داداش فنی مشی هستی عشق منی. فقط چرا دهنم باز آجی؟ آها یه چی میذارم شبیه خودت، جدی میگم یه چی بذار میذارم ببینم. شبیه خودت. بذار بیشتر به تو شباهت تکون داره. میخوره، موهاشم اینجوری اندازه تو نی. اون تریشای توه، بیشتر شبیه تریشای توه. تریش ندارم من. آره این اصلا ریش نداره. این اصلا ابرو داره. خودتو دارم میگم، فیلتر رو نگفتم. فشار بخوا فشار. آها سلام. فنی آره. سعاره چیه؟ آره یا نه؟ آره هم نه. بله یا نه؟ بله نمیگی به من، فقط چشم. خب چشم. آها چطوری؟ عشق منی. من مخفی شدم دشمنان پیدا نکنم من. آره چشم. همون من چون بیرون دشمن. با قدرته. آره یه 7 تا تایتون بیرون ریخته از این قولا، میخواد بیاد منو بزنه. من اینجا قایم شدم اومدم مینی چت. اوه حواست باشه. زندانی. چشم. از سر کار فرار کردی؟ حس میگم از سر کار فرار کردی، الان نشستی تو ماشین رئیست، منتظر رفیقت هم بیاد که داره بالا با رئیس دعوا میکنه. بعد بشین تو ماشین بدی شیش گازشو بگیری فرار کن. سری و خشن شیشو دیدی؟ منم ندیدم. اصلا نظرت واسه مهم نیست که دیدی یا ندیدی، مهم اینه که من ندیدم. کل خودتی. چشم. فوش نده. درم باز شده فوش نده دیگه. الان این دره چجوری بسته میشه؟ آها اسکلم خودتی تازه. یه چی دیگه هم دارم آجی، ببین صورت دستامو ببین. هلیکوپتر ماشی گوشای من از چاقوی گادافار تیزتره. من گرممه. خودی تو در بیار. به تو چه؟ چیکار با پوشش من داری؟ خدا شفاعت بده. انشالله. میره من جا خالی میدم. اینجور شفا پرت میکنم، اینجور یهو جا خالی میدم. خب خب به جمال یعنی که تی با 2 سوار شدی؟ نه بابا مزه 323. پس مهریت خیلی گرون بوده. با ماشین بابامه. داش میدونی چی منو الان خوشحال میکنه؟ چی؟ یه شوگر مامی پولدار بدون توان جسمی، فلج جسمی توی ویلچر داش لال که میتونه بیاد مثلا نمیشه. خب ما میشیم. از وقتی که به دنیا آمدی کار مفیدی انجام دادی. تو کره زمین چیکار کردی؟ از اکسیژن استفاده کردی، از خاک استفاده کردی، از آب استفاده کردی، از همه چی استفاده کردی. خب در ازاش چیکار کردی واسه کره زمین؟ تو خودت چیکار کردی؟ من آشغالا رو میریزم توی زباله های جدا تر و خشک. اوه جدا بله جدا آره. تو چی کار میکنی؟ ما روزای تولدمون گیاه میکاریم. گیاه نه بابا، درخت. روز تولدم یه درخت کاشتم. همش شوهرش پیدا بشه ازدواج میکنیم، بد نیست. اما نکته همینجاست، اگر پسر رو بپرسی که ازدواج میکنی میگن نه، ولی دختر رو بپرسی میگن آره. دلیلش خودت هم میدونی چرا. دلیلش چرا؟ دقیقا وقتی ازدواج میکنی مسئولیت سنگه میفته دست پسر و در واقع مسئولیت سنگه از دوش شما برداشته میشه. فرار نکن اینجا، خدا خیر برکت سلام. همه چطور هستی؟ خوب هستی؟ همه خوب هستن؟ من خوب هستم، شما چطور هستی؟
شکر خوب هستم. حالتان خوب است؟ فعلا شکر خوب هستم. خدا سلامتی بدهد. تشکر. خواهش میکنه. ولی هنوز دین تو به کره زمین ادا نکرد. به این دوتا حالت داره، یا باید به کره زمین خدمات بدی یا به بنده کره زمین. حالا فکر کنم من بنده کره زمینم دیگه. به عنوان خدمات من خودم پیش کره زمین میرم سفارش تو میکنم، یا اگه مردی یقتو نگیره. آره آیدی تو بنویس، میگم این آیدی داده به من، کاریتون باش نباشه. من کلا آیدی نمیدم. به کی؟ نه به من جدی لهجه‌تون دوست دارم. خب واقعا دوست دارم، خیلی باحاله. میگه ما در افغانستان ده تا آدم مکش. در ایرانی؟ چشما منو بندازنه. باشه در ایرانی شما؟ چی؟ در ایران زندگی میکنی؟ افغانستان. در افغانستان زندگی میکنی؟ کابل. خوب است خوب است. امی خودت هم یه قسم افغانی معلوم میشی. ما چه مستیم نیستی. نه ایرانی هم هستیم. خوب است. میگه خدا 20 همدان 18. ای بیاید قبول کنید خدای لفظ که هیچی، من 100% منم. خدای چی بود اون یکی؟ تقلید صدا، تقلید لهجه، ساوند افکت. گوز من از ساوند. سلام یوتیوبری؟ ای تو هم این دیلینگایی بزن ده. خوبی نزن بعدیا. نه بزن دیلینگ بزن. بخون. باشه. میگه که گفتی خیالت تو راحت. نه یه چیز جدید بخون. خب باشه. میگه گم کردم توی مد 9 صبح، چقدر فر گفتن داشتیم، دست میزدم هت روی مب تا موقعی که خودت خواستی. واقعا رفتم امروز تو رژیم، نه جدی رژیم واقعی گرفتم. قفش لسورش حاضری یه دست و یه پا نداشته باشی ولی چشم ابروی منو داشته باشی، یوتیوبری دیگه لازم نباشه این قوارش کنی. گم کردم توی مد 9 صبح، چقدر فر گفتن داشتیم، دست میزدم هت روی مب تا موقعی که خودت خواستی. گم کردم توی مد 9 صبح، چقدر فر گفتن داشتیم، دست میزدم هت روی مب تا موقعی که خودت خواستی.